من نمیبخشمش، به خدا میسپارم، خدا بزنه از کمر. گفتن این جمله به بدترین شکل ممکن عزت نفس تو تخریب میکنه. چرا؟ وقتی تو اینو میگی داری هر لحظه به خودت میگی من چقدر ضعیفم. خدا نیازی به حرفای شما نداره. کار اشتباه بکنی این دنیا قانونمندیشو داره، ضربشو میزنه. یه عارفی یه لحظه یه فکر بدی میاد تو ذهنش، بعد سریع توبه میکنه، بعد چند ثانیه جلوتر این شطوره یه لگدی میزنه، این لگد از بغل صورت این رد میشه. شب سوال میپرسه چرا این لگد از بغل صورت من رد شد؟ من که توبه کرده بودم. شب تو خوابش میان بهش میگن عزیز دلم تو اون فکر بدو کردی، اون لگده اومد، توبه کردی، کشیدیمش این برتر. نه من ندیدم، طرف حق منو خورده و خیلی گل و بلبل داره زندگیشو میکنه. اونو چی میگی؟ هر کسی نقطه ضعف خاص خودش رو داره. یکی اعتبارشه، یکی پولشه، یکی عشقه، یکی محبته، یکی تنهاییه. هر کی هر ضربه ای زده همون لحظه میخوره، نه بعدن، همون لحظه. ولی تو اونو نمیبینی چون تو انتظار داری یه تریلی 19 چرخ از روش رد شه. چرا 19 چرخ؟ چون زاپاسش هم بیفته روش. این دنیا قانونمندی داره، تو تجربه تو بردار.